بسیاری از مردم تا به حال در آلمان تصادف نکردند، به همین دلیل اغلب نمی‌دانند چگونه باید رفتار کنند. آنها نمی‌دانند باید به چه نکاتی توجه کنند و چگونه از ضرر مالی جلوگیری کنند. در این ویدیو توضیح می‌دهم که باید به چه نکاتی توجه کنی. این ویدیو را برای عزیزانت بفرست چون هیچ کس نمی‌داند چه زمانی ممکن است دچار تصادف شود. بسیاری از مردم تا به حال در آلمان تصادف رانندگی نداشتند، به همین دلیل اغلب نمی‌دانند چگونه باید رفتار کنند. الان باید چند کار را درست انجام دهی و از اشتباه جلوگیری کنی. اگر خطری وجود ندارد، بدون جابجا کردن به اندازه کافی عکس بگیر. فوراً با پلیس تماس بگیر. مهم نیست طرف مقابل تصادف چه میگوید. وقتی پلیس آمد، شماره پرونده را بگیر و اطلاعات طرف مقابل تصادف را یادداشت کن. اگر مقصر نیستی، فوراً با یک کارشناس بی‌طرف تماس بگیر. من حرف 10 سال است که در این کار هستم و به ایرانی‌ها و افغان‌ها کمک می‌کنم تا خسارت خود را به طور کامل دریافت کنند. خسارت را محاسبه می‌کنم و همه اینها برای تو رایگان است. با وکیل که خدمات او نیز برای تو رایگان است. خسارت را در عرض 6 تا 7 هفته دریافت می‌کنی. شماره تلفن من 178 78 78 420. امیدوارم هرگز به آن نیاز پیدا نکنی، اما اگر لازم شد من در کنارت هستم.